додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ мақомоти Вазорати умури дохилии Тоҷикистонро муваззаф кардааст, ки ба Фарҳод Ғоибов, сокини 37-солаи Панҷакент 11 000 сомонӣ ҷарима пардозанд. Гулчера Холматова, вакили дифои Фарҳод Ғоибов, рӯзи 22 ноябр ба радиозудӣ гуфт, ки ин қарор охири ҳафтаи гузашта صادر شده است. نزدیکان فرهاد غایبوف میگویند که پس از لط و کوب در اداره پلیس شهر پنجکند یک گرده او کفیده است. در ابتدا آنها از وزارت کارهای داخلی برای برقرار کردن گرده‌اش 650,000 سومانی جبران زیان مادی و معنوی طلب کردند. فرهاد غایبوف بعد طبابت در یکی از شفاخانه‌های روسیه در زادگاهش شهر پنجکند به سر میبرد. به قول وکیل مدافع، تجربه‌های پیشین نشان دادند که وزارت کارهای داخلی جریمه تعیین شده را میپردازد، ولی 11,000 در عوض ضرری که به نفری تحت حمایت من رسیده است نوچیز است، میگوید گلچهره خولمتова. فرهاد غایبوف 2 سال قبل در اداره پلیس لط و کوب شد و دادگاه نویای اسماعیل سومونی پایتخت عریضه او را روز 27 ایول امسال بررسی کرد. او 1 سپتامبر سال 2015 در پی مناقشه با یک خشی ناظر منطقوی به اداره پلیس برده شد. نزدیکانش میگویند که علیه او هیچ اتهام اعلان نشد، اما ناظر منطقوی همراه با یک کارگر دیگری پلیس او را شدیداً لط و کوب کردند. بعداً در ماه январи سال 2016 دادگاه 2 خادم پلیس را با جرم برآمدن از صلاحیت خدمتی و رساندن زیان سخت جسمانی به مدت 8 سال زندانی کرد. تا حادثه لط و کوب شدن در شعبه کارهای داخلی، فرهاد در روسیه با کارهای ساختمانی مشغول بود و زندگی خانواده‌اش را پیش می‌برد.